پیغمبر آمد خانه، حضرت علی داره به فاطمه کمک میکنه. پیغمبر وقتی دید امیرالمومنین داره کمک میکنه تو خونه به حضرت زهرا، فرمود علی جان لا یخدم العیال. خیلی روایت عجیبی است. کسی که خدمت میکنه به همسرش در همون حالی که داره کمک میکنه، همینطور که داره کمک میکنه، خداوند یک، گناهان بزرگ او رو میبخشه، تکفیر گناهان بزرگ، یکفر عن سیئات. دو، یزید فی حسناته، همینطور کنتور میندازه حسناتش. هرچی بیشتر طول بده کار خونه رو، حسناتش بیشتره. به هم ور نکنه، دقت کنه کمکی به همسرش که میکنه. سه، این خیلی عجیبه، فرمود صدیق او شهید، ثواب صدیق و شهید.